جان امام حسین اینو پخش کن. 50 سال پیش ایشون اون کار خوب انجام داده، اون مجموعه رو به اون زیبایی ساخته. یه نفر اگه خدمتی کرده ازش یاد کنی، هر کی هست شما میتونی برو بذار کنارش اون چیزی که شما ساختی. استادیوم آزادی دیگه برای جذب تماشاگر آماده نمیشه، محال دیگه مردم راه بدن. این تفکری که تو کشور ما هست دنبال رشد نیست، اینا دنبال این هستن با دنیا جنگ کنن، میان استادیوم بسازن، فقط رو رابطه مدیر تعیین میکنن. آقای فلانی حجت الاسلام آیت الله فلان برای مدیر باشگاه زنگ میزنه، اینو میذارن استقلال، اونو میذارن پرسپولیس. هر کسی بره استقلال اولین شرط اینه که شما به گذشته استقلال کاریت نباشه. چرا؟ من لباس تنمه، سردارم سراغ من نباید بیاد. بیاین رو اونایی که فساد کردن به مردم معرفی کن، از بالا قوه قضاییه بگیر تا ورزش، صدا و سیمای ملی ایران.